خب بچه ها اینجا ما میخوایم اعداد اعشاری رو نمایش بدیم به 4 روش. حالا اینجا 2 تا روش رو اشاره کردم، 2 تا روش بعدی هم در فایل بعدی براتون ارسال خواهد شد. خب اینجا یک مثال داده شده 38، همراه با من بخونید. 38 عدد صحیح و 15 بچه ها دهم، صدم، هزارم. خب آفرین، 15 رقم آخر 5 در جایگاه هزارم قرار گرفته. میگیم 15 هزارم رو در جدول ارزش مکانی نشون بدیم. توی فصل دوم خب این قسمت هم که نوشته شده از طریق جدول نمایش داده خواهد شد. خب یکان، هزارها، طبقه هزار، میلیون و میلیارد. خب اینجا ما و فقط طبقه یکان رو خواهیم داشت. یکان، دهگان، صدگان. خب اینم که خط ممیز خواهد بود. به خط قرمزم بکشم. خب به منزله همون خط ممیز هست. خب من مرتبه های اعداد اعشاری رو بنویسم: دهم، صدم و هزارم. خب بچه من اگه بخوام این عددی که اینجا نوشتم رو در جدول ارزش مکانی قرار بدم، خب میام چیکار میکنم؟ اول از عدد صحیح شروع خواهم کرد. خب 38 رو، خب شما میدونید 8 ارزش مکانیش یکان هست و 3 هم دهگان هست. من میام در جدول 38 رو توی طبقه یکان ها و مرتبه یکان میشه 8 و دهگان هم میشه 3 خواهم گذاشت. خب 38 ممیز. خب گفتیم خط ممیز ما بین اعداد صحیح و اعداد اعشاری هستش. خب برای اینکه 15 هزارم رو توی جدول ارزش مکانی قرار بدم همیشه از دهم شروع میکنیم بچه ها. همیشه از دهم شروع میکنیم، یعنی از سمت راست خط ممیز که اولین مرتبه دهم، صدم و هزارم که در بالا هم اشاره کردیم. پس اینجا می نویسیم دهم میشه همون 0، بعدش 1 میشه صدم و 5 هم در جایگاه هزارم خواهد بود. خب میگیم 38 ممیز 15 هزارم. اگه سوال بدن به این صورت اعداد اعشاری بدن، بگن در جدول ارزش مکانی بذار، ما میایم کلن جدول ارزش مکانی رو خواهیم کشید. اگر بچه ها ببینید مثلا عدد ما مثلا بزرگتر بشه، مثلا 2438، اون وقت میام چیکار میکنم؟ خب اینجا طبقه یکان ها و طبقه هزار هم اضافه شده. میام طبقه هزار رو هم میکشم، یکان، دهگان، صدگان رو هم خواهم نوشت. خب اینجا دیگه 2 همون یکان هزار میشه. 2 رو هم باید اینجا قرار بدم که بگم 2400 که 4 هم ارزش مکانش میشه صدگان. 2438 ممیز 15 هزارم. اینا رو هم باید دقت داشته باشید. خب ما نمایش اعداد اعشاری روی محور هم داریم. بچه ها این عدد اعشاری رو بخون ببینم. 2 عدد صحیح و 7 دهم، یا میتونیم بگیم 2 ممیز 7 دهم. بچه ببینید 7 دهم میگیم. خب اینجا اولش نوشته شده 2، یعنی چی؟ یعنی 2 واحد کامل. 2 و 7 دهم ما بین همون کلن تا واحد بگیم 3 هستش، یعنی تا واحد بگیم نزدیک به 3 واحد هستش. هنوز 3 واحد کامل نیست ولی نزدیک 3 واحد دیگه. من تا عدد 3 نوشتم. خب میگیم 2 واحد کامل. خب از اینجا تا اینجا 1 واحد کامل و 2 واحد کامل. خب ما بین واحد هامون به 10 قسمت تقسیم شده. خب چرا 10 قسمت تقسیم شده؟ چون ما میگیم 7 دهم هست. وقتی میگم 7 دهم یعنی واحد هامون به 10 قسمت تقسیم شده. خب واحد هایی که به 10 قسمت تقسیم شده نوشته شده 2. خب میام 2 رو پیدا میکنم،
2 عدد صحیح یا 2 واحد کامل و 7 دهم، یعنی از این 10 قسمت 7 قسمتش رو ما چیکار میکنیم؟ اشاره خواهیم کرد. نمایش میدیم 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این قسمت میشه 2 ممیز 7 دهم. خب اینم به صورت نمایش روی عدد محوره. یا همین یه مثال دیگه بگم، 1 ممیز 3 دهم. خب اینو چطور باید نمایش بدم؟ میگم 1 واحد کامل و 3 دهم. میام جلو 1 2 3. خب این قسمت هم میگیم 1 و 3 دهم هست. بچه ها مثلا فرض کن صدم بگه، اون وقت چیکار میکنیم؟ اگر صدم باشه ما بین واحد هامون به 100 قسمت باید تقسیم باشه. اگه هزارم باشه ما بین واحد هامون به 1000 قسمت تقسیم خواهد شد. خب حالا شما میتونید اینو بکشید، مثلا 9 دهم یعنی عدد صحیح من 0 هستش. 9 دهم یعنی از 1 واحد کامل کمتر هست. خب میام از این قسمت میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب میگم این قسمت همیشه 9 دهم هستش. خب بچه این 2 تا روش رو حتما خوب یاد بگیرین و 2 تا روش بعدی هم که نمایش اعداد اعشاری خواهد بود، 2 تا روش بعدی هم خیلی مهم خواهد بود که فردا براتون خواهم گفت.